اینکیوف شربایوف قرار گرفته اینجا در ابتدای کار اصلا اونجا سعی میکنه که به پل بزنه حریف خودشو. 2 امتیاز میگیره از حریفش و یک بار دیگه میتونه که ضربه فنی کنه حریف خودشو. به دنبال در مایه دست یک پا همچنان سعی داره که کنده کشی کنه حریفو. باز هم او رو به پل میزنه، ایزه کارو نمیده و ببینیم که 2 بار حریفو به پل زد. 2 تا 4 امتیاز میگیره از حریف خود. 1-2 امتیاز هم الان امیر محمد یزدانی میگیره. اینکیوف شربایوف در مسابقات امیدای جهان اون موفق شد مدال طلا امیدای جهان رو بگیره، اما امیر محمد یزدانی در سال 2021 در اسلو موفق شد مدال نقره بگیره. امسال هم در مسابقات جهانی در صربستان مدال نقره گرفته. 2 نقره جهان رو در اختیار داره. حالا ما 2 دست در اختیار یه 2 امتیاز هم میدن. شربایوف اصلا سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. حالا 6-2 میشه نتیجه امتیازات. 6-2 به نفع دوبنده آبی. اینکیوف شربایوف باز هم در تلاش هست اینکه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. بنابراین تا این لحظه روس‌ها باخت نداشتن. 3 تا کشتی گرفتن، 3 بار کشتیران ما رو بردن. اوگیوف قهرمان المپیک بود، سلک رو برد. بعد از اون موفق شد ماگومد کاتیوف خدا بخشی رو شکست بده و جمیل ممادوف هم موفق شد قیاسی رو مغلوب کنه. حالا روس 4م یک کشتی دیگه هم هست که رسول کاتیوف با یونس امامی کشتی خواهد گرفت. اون کشتی بسیار حساس و نفسگیر هست. باز هم در سرشاخ روی دستان هم دیگه کار میکنن. به دنبال کار کردن دستا قوس میکنه با قوس کردن امیر محمد یزدانی. باز هم در سر کردن مهار میکنه که بتونه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. یزدانی اصلا چه سعی میکنه خواه کنه که زیرگیری میکنه و شربایوف این کار رو نمیده، زیر خم مال خود میکنه. به دنبال کار کردن دستا یک بار دیگه در تلاش هست این که بتونه حالا پای شربایوف از خارج کنه که شربایوف با یه چرخش کار رو نمیده. دوستا همه جای کشتی میگیرن. داور وسط آقای بهروز هندیجانی، داور آبادانی 2 کشتی هستن دیگه جدا میکنه. داور درجه 1 بن‌الملل. بهترین داوران چیدمان شدن. بازم در سرشاخ سعی می‌کنه شرایط برای فنون خودش مهیا کنه. به دنبال کار کردن دستا سعی می‌کنه شرایط برای صدمای سازی بغل صد زیرگیری کنه. یه الان حریف هم سعی می‌کنه کنده کشی کنه، این کارو نمیده و 2 کشتی در کش و قوس از تشک خارج میشن. امتیازی داده نمیشه. برای همین لازم وقتی 30 ثانیه استراحت فرا میرسه آقای احسان امینی و آقای عیسی حاجیوف نکات لازم و کشتی خودشون میگن. آقای احسان امینی سرمربی تیم انبوسازان اوتن، عیسی حاجیوف کشتی در مسابقات جهانی تهران 2022 در مسابقات 2002 اصلاحی میکنم اصلاح میکنیم در مسابقات 2002 در تهران برگزار شد. موفق شد حاجی زاده ما مهدی حاجی این کشتی رو شکست بده و باعث قهرمانی ما همون کشتی باشه. دوم شد، قهرمان شد. حالا در جایگاه مربی تیم انبوسازان اوتن چشمایی هم تو قسمت کار کردن دستا کمک آقای پژمان درستکار بود. فارسی رو خوب صحبت میکنه. بسیار مربی با اخلاقی هم است. می‌فرضیم به ادامه کار. 6-2 به نفع اینکیوف. شربایوف برای دیگه اقدام میکنه. شربایوف اصلا سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. از همینطور به کش قوس 2 کشتی 2 امتیاز در نظر گرفته میشه. 2 امتیاز برای دوبنده قرمز در نظر گرفته میشه. کشتی حالا 6-4 میشه. 6-4 در سرعت بالایی داره امیرحسین یزدانی. شربایوف هم کشتی تکنیکی هست، ریزه‌کار هست، بدلکار و تو پیچای کشتی واقعا خوب کار میکنه. دیگه کار 6 امتیاز گرفت. همچنان در خشا سعی میکنه
شرط برای زیرگیری خودش مهیا کنه. یک بار دیگه زیرگیری در ماه کفتربند سعی میکنه پای کشگیری شربایف اتوشک خارج کنه، اصلا اونجا سعی میکنه دور بزنه و شربایف کار نمیده. حالا شربایف که پای اتوشک خارج میکنه و امتیازی داده نمیشه. یک امتیاز داور وسط ببینید که قاضی یک امتیاز برای یک امتیاز برای دوبنده آبی داوران دادن. یک امتیاز برای دوبنده آبی در نظر گرفتن. حالا کشتی 7-4 میشه. 7-4 1 دقیقه و 53 ثانیه از وقت کشتی باقی مونده. همه کشتی ها حساس و نفسگیر است. 6 کشتی برگزار شده. 3 برابر زیر یخم مال خود میکنه. اصلا اونجا سعی میکنه با کلمدون حریف خودشو به پل میزنه و موفق یه 2 امتیاز بگیره. یک 2 امتیاز میگیره و اصلا اونجا رو میکنه. یک امتیاز هم حالا یزدانی میگیره. امیر محمد یزدانی میگیره. کشتی الان 9-5 میشه. به دنبال برانداز است. در برانداز به اجرا بزنه که با بدلکاری او رو به پل میزنه. کار به اون نمیده. یه 2 امتیاز. حالا یک امتیاز هم برای دوبنده قرمز میدن. توی پل نگه داشت. 2 امتیاز گرفت. دوباره خاکش کرد. یه امتیاز هم برای دوبنده قرمز در نظر گرفتن. 11-6 میشه. 11-6 17 امتیاز رد بدل شده. چه امتیازاتی آقای منصور بازیار، استاد منصور بازیار، آقای کیومرث هاشمی وزیر محترم ورزش و آقای ارزا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تیزبینانه کشتی رو زیر نظر دارن. همه بزرگان کشتی حضور دارن. خدمتتون عرض کردیم تصویرم دیدین که آقای حسن یزدانی با کتف آسیده خودش اومده و کشتی رو زیر نظر داره. تقاضای چالش میکنه آقای هادی حبیبی. تقاضای چالش میکنه اگر امکان داشته ما و شما هم حرکت آسا رو ببینیم. بارانداز رو زد، نتونست به پل بزنه. با بدلکاری روی پل نگه داشت. 2 امتیاز گرفت. شربایوف بعد از اون که یزدانی خاکش کرد امتیاز هم یزدانی گرفت و از ظاهرا که درست بود. حالا ببینیم که نظر آقای مصالحی پور برکت سربانی اینجا ببینیم با بدلکاری یعنی روی پل نگه داشت. روی پل نگه داشت، نتونست، شکم هم زد، نتونست. 2 امتیاز گرفت. برگشت خاک کرد. 1 امتیاز گرفت. رأی آقای هندیجانی و داوران به اعتقاد من درست بود و اگر اعتراض مورد قبول واقع نشه 1 امتیاز دیگه به شربایوف خواهند داد. خب باز هم فیلم باز مینی میشه به خاطر حساسیت بالا. آقای عیسی حاجی رو مشاهده میفرمایید. مربی روس بله مشاهده میکنید که با این هم تماشاگران طرفدار تیم انبوسازان هوتن هستند. در طرف دیگه هم انبوسازان تیم طرفدار تیم بانک شهر و مؤدبانه کشتیگیران خودشونو جوان مردانه فقط تشویق کردن. واقعا هیچ حرکت غیر ورزشی دیده نشد. بله فکر که خدمتتون عرض کردم درست بود رأی. حالا چون اعتراض آقای حبیبی رو قبول واقع نمیشه یه امتیاز دیگه میدن به دوبنده آبی و کشتی حالا 12-6 میشه. 12-6 زیر خما رو میگیره. بعد از اون دمای کلنگون رو مال خود میکنه. بعد از اون پا رو رد میکنه و یه جوره مثل شترقر حریف رو به پل میزنه. حالا سرگردن مهار میکنه. حالا زیرگیری اقدام میکنه. یه زیرگیری از یزدانی میره با شریف خودش. هنوز خاک نکرده. اینجا خاک میکنه و مقنی 2 امتیاز بگیره از شریف خودش. کشتی رو به دنبال برانداز هست. سعی میکنه برانداز به اجرا بذاره. ناموفقه و ببینیم که امتیازی داده نمیشه. چقدر روی برانداز استقامت میکنه. دستا رو ستون میکنه. بدلکاری میکنه. تو پیچای کشتی میگیره این که شربایوف روز که قهرمان امیدهای جهان شده. حالا کشتی 12-8 میشه. 20 امتیاز رد و بدل شده. همه کشتی ها جذاب و دیدنی است. منهای برد و باخت کشتی میگیره. چه بازنده چه برنده برای زیرگیری اقدام میکنه. زیرگیری در برگشت و ضد حمله شربایوف زیرگیری میکنه. او هم ناموفقه. واسه در تلاش دیگه بتونه شرایط برای خون خودش مهیا کنه. به دنبال زیرگیری میره با پشت حریف خودش خاک میکنه. یک امتیاز میگیره و کشتی را در 13 ثانیه پایان 11 ثانیه پایان 12-10 ببینید در این 11 ثانیه امیر محمد یزدانی میتونه امتیازات خودشو عقب افتاد خود جبران کنه. یک بار دیگه سعی میکنه اصلا زیرگیری میکنه. زیر مچ پا سعی میکنه کنده کشی کنه. 3 ثانیه
2 ثانیه 1 ثانیه و تمام میشه. تمام و وقت تمام میشه. وقت تمام و 12-10 موفق میشه. ایناکیوف شربایوف از تیم انبوه‌سازان اوتن، یار روس تیم انبوه‌سازان، موفق میشه شکست بده. 4 تا روس کشتی گرفتن، 4 تا پیروزی کسب کردن. داور وسط دست شربایوف فرد پیروز بالا میبره. فرصت در اختیار همکاران در پس قرار میدن. چند